چرا بچه‌ها استرس میگیرن؟ چرا فشار روانی دارن؟ فکر کنید چرا؟ اولین و مهمترین بحث در بحث استرس و فشار عصبی نامشخص بودن هدف است. بچه‌ها دچار استرسایی کردی دیگه نفسش بالا نمیاد، پس زده. دختر گریه میکنه میگه اگه من پزشکی قبول نشم میمیرم. چرا این شکلی شده؟ خانواده. یکی مامان رو برق بکشه، یکی بابا رو برق بکشه. چرا باید خیلی از بچه‌ها به خاطر پدر مادر درس بخونن؟ اصلا کی گفته شما انقدر وسط باشید؟ یه بچه‌ای بود تنیس روی میز، پینگ پونگ رتبه آورده بود اومده مطلع ما. این بچه پینگ پونگی بود، به قول معروف ورزشکار بود، خیلی هم خوبه. بیش میگن ما مثلا هم میگیم پی کیو، هوش فیزیکال. هوش فیزیکالی آدمای عجیبی ان، خیلی نابغه‌ن ولی کسی درکشون نمیکنه تو کشور ما. هوش هنریار کسی درک نکرده، هوش فیزیکال حافظه یار کسی درک نکرده. ما فقط یه سری رشته‌ای تو ذهنمونه، وقت مختص خودمون هم هستش. انسانیا باید برن حقوق، نمیدونم چرا. تجربیا، دندون، دارو، یه دونم پزشکی تخصص، چیزی فکر نکن. ریاضیام، آی تی و نرم افزار و الکترونیک و اینجوری عمران نهایت. اون رشته‌های دیگه هم هست. این بچه پینگ پونگ بود. مامانش اومد گفت آقای دکتر بچه ما قبول شده. چیز شده، رتبه برده. کجا؟ گفتم رتبه برتر پینگ پونگه. گفتم خدا خیرش بده. بچه دبیرستانی دهم 11ام. گفتم در سطح مدرسه. گفت مدرسه چیه؟ گفتم کجا پس؟ استانتون، شهرتون، استان چیه؟ کشور چیه؟ ایشون بچه رتبه یک کشوری داره میره لهستان. مسابقات جهانی تنیس روی میز. گفتم آفرین، خیلی تشویقش کردم. آفرین کی اعزامتون؟ گفت مادرم نمیذاره. گفتم خانم نمیذارید؟ گفت نه آقای دکتر 10 روز بعد درسش عقب میافته. اصلا درس چیه؟ به من بگید درس چه شکلیه؟ درس به چی میگن درس؟ پسر اومده میگه من 200 تا روپایی میزنم. مادر من درس تو بخون، مادر درس تو بخون. روپایی همه جا هست. ما چرا فکر می‌کنیم رشته‌ای تو ذهن خودمونه؟ تو رو خودت دیدتون تو بس رشته باز کنید خورده. ببخشید حرفا رو میزنم اما کنه هدف بزرگ بشه. خوشگل‌تر بشه، واضح‌تر و واقعی باشه. ملموس باشه. فقط کلمه حقوق و کلمه دارو که نشد هدف که. چرا بچه‌ها استرس میگیرن؟ چرا فشار روانی دارن؟ فکر کنید چرا؟ اولین و مهمترین بحث در بحث استرس و فشار عصبی نامشخص بودن هدف است. چرا باید خیلی از بچه‌ها به خاطر پدر مادر درس بخونن؟ بچه‌ها دچار استرسایی کردی دیگه نفسش بالا نمیاد، پس زده. دختر گریه میکنه میگه اگه من پزشکی قبول نشم میمیرم. چرا این شکلی شده؟ خانواده.